سه دسته از زنانی که عذاب قبر ندارند. بیشک یکی از اعمالی که در نزد خداوند متعال دارای اجر و پاداش فراوانی است، تحمل مشکلات زندگی مشترک و صبر بر آنهاست. چنانچه آیات و روایات فراوانی بر این امر تاکید ورزیدند. تفاهم در زندگی و رعایت حقوق متقابل زن و شوهر از جمله مسائلی است که در آموزه‌های دینی بسیار مورد تاکید بوده. در زندگی مشترک ناشکیبایی ممکن است از هر دو طرف رخ دهد و گذشت طرف مقابل ضمن کاستن از التهاب زندگی فضایی آرام در خانواده ایجاد می‌کند و ثمره این امر نیز داشتن زندگی سالم و تربیت فرزندانی نیکوسرشت می باشد. در این باره از امام صادق علیه السلام به زنانی که صاحب گذشت و رأفت هستند پاداشی بزرگ وعده داده شده. ایشان می‌فرمایند سه گروه از زنان در عالم بعد از مرگ عذاب قبر را نخواهند دید و در روز رستاخیز با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور خواهند شد و پاداش 1000 شهید و 1 سال عبادت به آنها داده خواهد شد. اولین گروه از زنان زنانی که غیرت ورزی و تعصب بیجا و بددلی شوهر خود را تحمل می‌کنند. با وجود اینکه صبر کردن در برابر آزار و اذیت دیگران به خصوص همسر سخت و مشکل است، اما یکی از راه‌های تقرب به سوی خدا محسوب می شود و از آموزه‌های اصلی در سبک زندگی دینی محسوب می شود. روایتی از امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمودند جهاد یک زن آن است که در برابر آزار و اذیت شوهر خود و در برابر غیرتمندی او صبر کند. دومین زنی که عذاب قبر ندارد و با حضرت فاطمه زهرا محشور می شود، زنی است که نسبت به بداخلاقی شوهر خود صبر کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این مورد هم توجه داشته و طبق روایتی که در جلد دوم کتاب وسائل الشیعه نوشته شده، آن حضرت فرمودند هر زنی که بر بداخلاقی شوهرش صبر کند، خداوند مانند پاداش آسیه همسر فرعون به او عطا خواهد کرد. در نتیجه رفتار با شوهر بداخلاق کار ساده‌ای نیست، هرچند بیشتر مردان کلامی هستند و به همین خاطر باید اجازه دهید عصبانیت خود را بیرون بریزند، در حالی که زنان تمام خشم خود را درون خود نگه می‌دارند و با گریه کردن آن را نشان می‌دهند. و سومین زنانی که با حضرت زهرا محشور شده و عذاب قبر ندارند، زنانی که مهریه خود را بر شوهرانشان ببخشند. از این رو زنان جامعه مسلمین همواره در تمام گرفتاری‌های زندگی باید حضرت فاطمه را الگوی خودشان قرار دهند، چرا که این بانوی با عظمت اسلام در نهایت رضایت و فروتنی با تمامی مشکلات زندگی ساده امیرالمومنین علی علیه السلام کنار آمدند و رضایت ابدی همسر گرامیشان را در حد اعلا جلب نمودند، تا جایی که امیرالمومنان فرمودند فاطمه سلام الله علیها هرگز برا خشمگین نساخت و هیچ وقت نافرمانی نکرد، به طوری که هر وقت به فاطمه نظر می نمودند غم و اندوه هم برطرف می شد.